با سلام خدمت شما همراهان و همکاران همیشگی نگار خودرو. آموزش امروز آموزش اعمال هارد کاتاف بر روی ایسیوهای زیمنس است. ببینید من یک توضیح کوتاه در مورد هارد به شما عزیزان بدم. ببینید ما برای هارد کاتاف ایسیوهای زیمنس 3 تا جدول برامون اهمیت داره. 1 جدول جرقه، 2 جدول پاشش، 3 جدول شارژ کوه. و این 3 تا هر کدوم یک محور دور و موتور دارن که ما باید این محورهای دور و موتورشون رو با هم مچ کنیم، تنظیم کنیم. به چه شکل الان خدمتون عرض میکنم. اولین چیزی که ما برامون خیلی مهمه در هارد کاتاف عدد کاتافه که ما این عدد کاتافه رو میخوایم رو چند بذاریم. بر حسب این ما باید محورهای دور موتورمون رو بچینیم که یه هارد خوب و هم صداش خوب باشه و هم به موتور زیاد ضرر نزنه، فشار نیاره و هم یه مشتری پسند باشه، عامیانه باشه و یه چیزی باشه که واقعا به موتور فشار نیاره که بعداً مشتری اگه مشکلی برای موتورش پیش اومد نیاد یقه شما رو بگیره. من خودم به شخص دور موتور رو زیاد بالا نمیبرم، سعی میکنم همون دور موتور فابریک و یه مقدار بالاتر اعمال کنم. ببینید کاتاف ما، ببینید یه سوال من از شما بگم، چرا اینجا 6016 زده؟ چرا مثلا 6000 نیست؟ چون در قسمت نگار ریمپ یا همون ریمپ ما در قسمت بافری که ما اعدادا رو و اون هارمونیا رو تغییر میدیم، اون کدهای 0 و 1 که اونجا قرار داره، این کاتاف در قسمت 8 بیتی قرار داده و 8 بیتی ما ضریب 32 میشه که این کاتاف به وجود میاد. یعنی اگه شما 6016 رو تقسیم بر 32 کنید عدد 188 به دست میاد در قسمت 8 بیتی. و اگر شما بخواید این کاتاف رو بالا ببرید باید بر مبنای همین عدد 3 رقمی 8 بیتی باید شما بالا ببرید. بر فرض مثال اگه شما بخواید مثلا مثلا 196 اگه شما بخواید بذارید اینجا 6272 میشه. اگه شما 196 رو ضریب 32 کنید 6272 میشه، تقریبا 6300. میدونی چی میگم؟ پس شما بر مبنای این باید کاتافتون رو دقیق انتخاب و اینجا بذارید. یعنی اگه شما اینجا الان بذارید 6800 معذرت 6300 وای نمیشه. بعد از چکسانگیری اگه شما بیاید نگاه کنید عدد خودش اتوماتیک تغییر کرده. چرا؟ چون در قسمت 8 بیتی این اجازه رو بهش نمیده. قسمت 8 بیتی شما اگه مثلا 188 رو بذارید 189 یک عدد بالاتر ببرید 6016 32 تا عدد بهش اضافه میشه. میدونی چی میگم؟ پس این نیست که بخواید هر عددی که شما دلتون بخواد بذارید در ایسیوهای زیمنس. من اینو میذارم 6272 ذخیره میکنم، اعمال چکسمو میگیرم و فایلمو داخل نگار ریمپ باز میکنم. خب اولین کاری که اعمال میکنم اینجا قسمت 8 بیت نوار جستجو اعداد 78 فاصله 94 رو سرچ میکنم که به عدد کاتاف و کاتاف رگباری هم برسم. خب اولین جایی که الان بهم داده همون عدد کاتاف من است. ببینید این عدد 10 که بغل دستش بلا استثنا بغل دستش 255، بغل دست این ورش یک عدد 1 یا در بعضی از ایسیوهای زیمنس 2 قرار داره. این عددی که بین این دوتا عدد هست بعد از سرچ اون عددی که بهتون گفتم عدد کاتاف رگباری شماست. اگه شما خودتون دامپ فابریک باشه عدد 10 یا 4 رو میبینید، اما اگه تغییر کرده باشه و یه دامپ یعنی دامپی که داخل ایسیو خوندید رو
باز کنید. اگر قبلا تغییر کرده باشه خب این عدد متغیر است از 0 تا 10. پس عدد این وسط از 0 تا 10 مختص کاتاف رگباری شما هست. من این رو به 0 تغییر میدم که به ریزترین حالات کاتاف من برسه. حالا اگه شما اینجا رو اگه توجه کرده باشید ببینید یک عدد 196 میبینید. مجدد 196 دیگه 196. این اعداد 196 همون کاتافیه که شما در قسمت تیونینگ میبینید. یعنی اگه شما بیاید این اعداد 196 رو اگه یک عدد بالاتر یا پایینتر بیارید و بعد این فایل رو ذخیره با چکسان بگیرید و در قسمت تیونینگ پروگرامر باز کنید میبینید که عدد کاتافتون در قسمت تیونینگ تغییر کرده. این اعداد عدد کاتاف شما هست. پس وقتی شما 7894 رو که سرچ میکنید ما به دو جا میرسیم، عدد کاتاف رگباری و اعداد خود کاتاف. خب بگذاریم مجدد در قسمت 8 بیت میام عدد 5.31.63 رو سرچ میکنم. این اعداد این قسمت ببین یک جا بیشتر واسه من نیاورد. این محور دور و موتور جدول جرقه من است که یک جدول 1/6 است از عدد 5 تا 156. خب 5.31.63 رو که سرچ کنید سه عدد بعدش به کار ما میاد بعد از 63. خب این 156 رو باید تغییر بدیم به چه عددی؟ خب عدد کاتاف ما 196 است. شما دو عدد بالاتر از عدد کاتافتون قرار بدید این رو 198. خب عدد قبل 156 رو تغییر بدید به دو تا پایین تر، همینطور دو تا پایین بیایید 196 و 94 رو به 194. پس کاتافتون هر چی که بود این 156 رو به دو عدد بالاترش باید قرار بدید، دو عدد بالاتر 198 196 194. 5.31.63 رو سرچ میکنیم و سه عدد بعدش رو شما تغییر میدید. این شد تغییر محور شارژ کویل شما. خب بعد از این قسمت 16 بیت نوار جستجو باز 16 فاصله رو میذارید 400. خب ببینید بعد از سرچ عدد 16.400 دو تا ناحیه واسه ما پیدا کرده اینجا. ناحیه اول مربوط به محور دور موتور جرقه ما هست، ناحیه دوم مربوط به محور دور موتور پاشش سوخت ما است. خب من ناحیه اول رو روش کلیک میکنم، عدد 16 رو به اول سطر میارم. اینجا باید من 17 تا باشه، اینجا 16 تا است. 16 رو بالاتر میبرم که دقیق از 400 رو به بالا این محور دور موتورم رو ببینم. ببینید یه خط 1/16 من ساختم 400 850,000 تا الی 6000. خب ما بر مبنای همون محور شارژ کویلی که ساختیم اعدادش رو اینجا رو ضریب 32 میکنیم اون اعداد محور شارژ کویلامون رو و اینجا میذاریم. اینجا اعداد واقعی هست دیگه احتیاجی به فاکتور نداریم. خب عدد 198 رو اگه شما ضریب 32 کنید عدد 6336 به دست میاد. پس این رو تغییر میدیم به 6336. عدد 196 رو اگه ضریب 32 کنید 6272 به دست میاد. اگر عدد 194 رو ضریب 32 کنید
6208 به دست میاد. درست شد؟ پس شد 6208 6000 اینجا این 6336 اینجا یه اشتباه کوچیک رخ داده. بذار اینو من درست کنم. 6272 خب 6208 6272 6336. خب من این ستا رو اینجا این ستای آخر رو یک کپی میزنم. مجدد نوار جستجو 16.400 ناحیه دومم رو روش کلیک میکنم. مجدد این عدد 16 رو به بالای خط من میفرستم که خط محور دور موتورم کامل بشه. خب مجدد باز میام این عدد 6000 این سه تا خط آخر محور دور موتور رو مجدد تنظیم میکنم. اونجا یه کپی زدم، اینجا اومدم یه چسباندن که بزنین سه تا عدد رو دیگه نمیخواد از اول بچینید. این سه تا عدد خودش تغییر کرد. 6208 6270 6336. اگه اینجا من بیام اورجینال رو بزنم ببینید 6000 5600 5200 خود محور دور موتور اصلی دامپ ما هست. اما چیزی که من تغییر دادم به این محور هست. پس الان ما محورامون رو چیدیم، کاتافمون رو رگباری اعمال کردیم، عدد کاتافمون رو ثابت تغییر دادیم و حالا مونده سه تا جدول اصلیمون. خب جدول جرقه این دوتا خط آخر رو میگیریم به 0 تغییر میدیم. یعنی سخت ترین کار، اصلی ترین کار محوریابی و محور چینیشون محور هست. اینجا دیگه خیلی ساده است. خب جدول جرقمون رو دو تا خط آخر رو میگیریم به 0 تغییر میدیم. میایم جدول پاشش 12-16 رو انتخاب میکنیم. اینجا یه نکته من بهتون بگم، اگه خودرو ایران خودرو است به عدد 30 جدول پاشش رو دارم میگم. اما اگه خودرو مال شرکت سایپا هست به عدد 40 تغییر بدید. من به عدد 30 تغییر میدم به 2 ثانیه و بعد میام سراغ جدول شارژ کویلم. این دو تا ستون آخر رو میگیرم، جدول شارژ کویل 5/7 به عدد 0 تغییر میدم. اینم به روز ثانیه. خب حالا فایل رو ذخیره چکسام کارس هارت کاتاف. خب من اینجا الان فایلم رو ذخیره کردم و خیلی راحت الان میتونم باز کنم فایلم رو. پارس هارت کاتاف. خب قسمت روی من تیونینگ اینجا 6272 همه کار اعمال شده. الان خیلی راحت میتونم اینجا نوشتن کالیبراسیون، آیا میخواید قبل از دانه دامپ بافر چکسام گیری گرفته شود، حتما بله رو بزنید و نوشتن کالیبراسیون رو تمام. امیدوارم این آموزشم به درتون خورده باشه. حتما چند بار ببینید که دقیق متوجه بشید که چی به چیه و اگه سوالی هم داشتید در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.